دوستان سلام، خوش اومدید بالاخره بعد 2 سال به یه ویدیو جدید. یه ویدیو کوتاهه، فقط میخوام ببینم که دوستان کیا هنوز تو کانال من زنده هستن بعد 2 سال و چند نفر هستن که ویدیوها رو میبینن و اینا. دوستان بالاخره کانال ما برگردوندیم بعد از 2 سال. بعد 2 سال زحمت کانال رو برگردوندم. از این بعد دیگه میتونیم ویدیو بذاریم براتون. اینم جای جدیدمونه، همه رو براتون توضیح میدم تو ویدیوی بعد که چیا شد. این فقط برای اینه که بدونیم کیا کانال منو هنوز دارن و کیا نیستن و چند نفریم. خواهشاً کسایی که این ویدیو رو دیدن لایک کنید، مخصوصا کامنت بزنید ببینم که چند نفر هستن که هنوز کانال منو دارن، که به امید خدا ویدیوهای جدید رو شروع میکنیم. بهارم نزدیکه و میتونیم دوباره ویدیو بذاریم. بعد 2 سال کانال رو تونستم برگردونم. گفتم که گوشیم شکسته بود دیگه، ایمیل و اینا هم کلا تو اون گوشی بود، حفظم نبودم، برای همین نتونستم برگردم. ولی خب گوشی رو بالاخره با 1000 زحمت و گشتن و اینا دیگه تا الان این ور اون ور خلاصه بالاخره موفق شدیم که کانال رو پیدا کنیم و بتونیم برگردونیم. اینم یه ویدیو کوتاه حیوونا رو فعلا ببینید. من ویدیو جدید رو از همین فردا پس فردا اینا به زودی کلا شروع میکنم ویدیو گذاشتن. پس کامنت یادتون نره، کامنت خیلی مهمه. میخوام ببینم که چند نفریم که با هم دیگه بریم جلو و دوباره شروع کنیم به ویدیو گذاشتن. اینجا هم یه نر داریم که 2 تا جوجه داره الان، ولی حال نمیخوام اذیتش کنم بلند شه. یه دونه جوجه هم بهمون داده بود که جوجهش اینه، شبیه باباشه. اینم جای جدیدمونه با حیوانای جدید. حیوونا همشون جلن به جز 3 تا جوجه که فیلم جل کردن و هوا کردن و آبتنی و آموزشی و همه چی رو براتون از این به بعد میذاریم. خیلی هم کبوتر باز اینجا زیاده، الان بهتون نشون میدم. یکی اینه، همشون بیشتر روبامن. یکی این روبام بازی میکنه که ببینید فاصله ای نداره با ما. یکی اینه، یکی هم اون پشت اگه ببینید. این 2 تا روبام بازی میکنن. یکی دیگه هم همسایه بغلی مونه که مثل ما کف بازی میکنه. این هم حیوانای ما، فکر کنم 11 تا هستن یا 12 تا حیوانامون. پس کامنت بزنین ببینم که چند نفر هنوز تو کانال هستن. ممنون، خداحافظ.